پهلوان قریش عمرو بن عبدود کسی بود که اگه چرمی زیر پاش میگذاشتن 50 پهلوان جوان نمیتونست اون چرم از زیر پاش بکشه مگر اینکه اونجایی که پا گذاشته چرم پاره میشد. در غزوه فندق وقتی که عمرو بن عبدود از خندق پرید، حضرت علی در مقابلش ایستاد، گفت از روی جنازه من باید رد بشید. مثل این که علی رو تحقیر کرد، گفت برو جوون، برو یه نفر در خور من بفرست، پهلوان قریش و عرب. گفت فقط من. گفت برو که در خور من نیستید. گفت نه، از روی جنازه من. با اون ذوالفقارش با هم دیگه درگیر شدن. عمرو بن عبدود رو به زمین زد و لبه شمشیرش رو گذاشت رو حلقومش. در همین اثنا این پهلوان قریش، معذرت میخوام، آب دهنش تر کرد تو صورت حضرت علی رضی الله عنه. میتونست اونجا فشار بده، یعنی این حلقومش و این رگ گردنش زیر تیغ ذوالفقار بود، ولی شمشیرشو کشید گذاشت تو غلاف، گفت بلند شد.